سلام بچه، امروز بدیم یه ویدیو دیگه. امروز قراره بریم با هم دیگه ست وایت خرگوشی رو با هم دیگه ببینیم که خیلی این ست خوشگله و همه ویدیو رو ستون رمزم در ابتدا ویدیو بهتون میگم که کانال تلگرام میذارم داخل دیسکریپشن خودم که زیاد نمیزنم اصلا از اینا، واسه تو خودم پلیم. خب بچه رقم اول رمزم سه رمزم 4 رقمی، رقم اول رمزم 3. خب دوم و سوم خدا بشه. بعد الان این دوستم این ست بند نداره بچه ها، ست خیلی خوبی هست. یوتیوبر ها ویدیوشون که بریم مثل ویدیو ویتوره، مثل ویدیو ویتوکی بگم بخشی ویتوکی، مثل ویدیو ویتوکی دیگه بهتون بگم. یوتیوبر ها ایرانی زیاد هستن این ستا رو میذارن. خب بچه ها اگه این سیستم که من باش دارم باش پلی میدن، من چند تا پنل و چیزهای دیگه هم چیت فری فایر مود شده و اینا هم میذارم داخل کانالم. رقم دوم رمزم 2. رقم دوم رمزم 2. چند از لومبوس باید پلی بدیم. و سنسم اگه میخوام چند تا سنسم ویدیو سنسم میاد. اگه این ویدیویی که میذارن بالا 10 تا بازدید بخوره 10 تا لایک، یه دسته یه پلی میدیم دیگه. الان رمز 2 رقمش رو گفتم 32. رمز 2 رقم اول رمز 32. رمزم 4 رقمه. از همین الان بهتون بگم من قصد کنم یکی مثلا خیلی ویدیو بازدید بخوره. اگه من ممنون و یه گیم پلی هم میذارم. اگه شورت ویدیو یه گیم پلی هر وقتم خواستیم با هم دیگه پلی بدیم یه چنل زدم داخل یوتیوب، داخل تلگرام تیم کد سنسم میفروشم. فری فایر رو مود شدم داخل راه. گفتم اگه این ویدیو خیلی بازدید بگیره بالا 15 تا بازدید بگیره من میذارم ویدیو اسمش ویدیو فری فایر هک شده. رمزش هم داخل ویدیو میگم. رقم سوم رمزم 3 دوباره 32 3. خب رقم باجه یکم پین ضعیفه. جهت دریافت پنل و سنس فروشی به آیدی که
بخشید حالا یکم بس میکنم. این دست لون ولفمون هم هست که دیگه بریم آموزش گذاشتن. من یه بار دانلودش کردم بعد پاکش کردم و این مورد رو بهتون بگم که باید فری فایر عادی خودتون رو پاک کنین. ببخشید اگه یکم صدا میاد، خونه تلویزیون روشنه. باید فری فایر عادی خودتون رو پاک کنین. اگه قصد پاک کردن فری فایر خودتون هم ندارین دیگه نمیشه. بیا چقدر میکاره. آخرین دست بود. حالا بریم آموزش زدن نصب کردن فری فایر منطقه. ببخشید ویدیو زدن ست خرگوشی رمزم گفتم بهتون 32 3 تا الان سر رقم رمز رو بهتون گفتم. بریم برای ویدیو آموزش زدن ست. خب بچه ها الان من داخل رمزم رقم آخرش هم 4. الان من داخل پیام رفیقم که رفیقم برای من فرستاد چون یوتیوب هم موقع خراب. خب واردش میشیم. یه لحظه ببخشید من درست بهتون بگم. میزنیم میزنیم روی این 3 نقطه‌ای که بغل هست. بعد میزنیم به اشتراک گذاشتن. این به اشتراک گذاشتن. بذار خط بکشم. خب میزنی داخل این. بعد میزنی زد آرشیور میزنیم میریم داخلش. بعد یه بار میزنیم روش. نه ببخشید میزنیم اینو یه نگه میداریم روش کپیش میکنیم. بعد میریم داخل اندروید. داخل اندروید که رفتیم میریم تو دیتا. به اینجا دنبال فری فایر خودتون رو هر نسخه ای که هست داخل همون میریم. من حالا فری فایر عادیم چیته پاکش کردم که دیگه ویدیو بعدی آموزش هم براتون بذارم. وارد میزنیم روی فری فایر و همینجا میزنیم. گفتم رمزم بهتون 32 34 گفتم رمزم جنگل 4 رقمیه. میزنیم الان. بعد که وارد کردیم نمیدونم برای من یا ولی برای چند نفر که زدن روی پیداش کنم برای این. حالا من خودم رفیقم اینو امتحان کرده بوده. این این پایان ویدیو بود. ممنون میشم منو فالو و سابسکرایب کنیم تا ویدیو بعدی. سی